مطمئنم نمیدونستی که طرز تهیه آبگوشت چقدر ساده است. پس بیا با هم دیگه درستش کنیم تا نهار هر جمعت بشه. اول گوشت رو داخل یه دیگ یا قابلمه میریزیم و بعد پیاز رو خرد میکنیم و روی اون میریزیم. بعد از این کار میریم سراغ نخودمون که اندازه هر نفر یک دست ما میریزیم برای نخود. بعد از اون که پاکش کردیم ما نخودا رو داخل دیگ میریزیم و ادویه و زعتر و نمک هم بهش اضافه میکنیم. آخر هم بهش یه قاشق رو اضافه میکنیم و بعد 2 لیوان آب هم بهش اضافه میکنیم تا بپزه. و بعد از گذشت 1.5 ساعت آبگوشت خوشمزه ما جا افتاده. نوش جان.